سلام، به جلسه سوم از آموزش نرم افزار ورد خوش اومدید. تو این جلسه قرار با هم دیگه بخش فونت و پاراگراف رو بررسی کنیم. بی معطلی بریم داخل نرم افزار. من یه متن رو از قبل وارد نرم افزار ورد کردم و این متن رو انتخاب میکنم، میرم تب هوم و قسمت فونت رو با هم دیگه بررسی کنیم. در قسمت فونت ها بخش اولی که باید یاد بگیریم در واقع ظاهر فونت خودمون هست یا فونت استایل خودمون هست که اگر این گزینه رو من باز کنم میتونم فونت های مختلفی رو برای نوشته های خودم در نظر بگیرم. من فونت پیشفرض رو بر روی بی نازنین قرار میدم. فونت بی نازنین یک فونت رایج برای متون فارسی هست. در سمت راست این گزینه به اسم فونت سایز قرار داره. من گزینه فونت سایز رو وقتی انتخاب کنم میتونم اندازه فونت خودم رو در واقع تغییر بدم. بعد از اون در سمت راست همین فونت سایز دو تا گزینه وجود داره به اسم اینکریس فونت سایز و دیکریس فونت سایز و اگر من گزینه اینکریس فونت سایز رو بزنم اندازه فونت من رو بزرگ میکنه و اگر دیکریس رو بزنم اندازه فونت من رو کم میکنه. کلید میانبرش هم کنترل چ و کنترل ج هست. در واقع اگه به انگلیسی بخوایم بگیم کنترل رو نگه دارید، براکت سمت چپ و براکت سمت راست رو بزنید، سایز فونت من رو کوچیک و بزرگ میکنه. بولد کردن یا ضخامت دادن به یک متن. برای اینکه بتونیم به یک متن یک ضخامتی بدیم کافیه بیایم که اون متن مورد نظر رو انتخاب کنیم و از زیر بخش فونت استایل های خودمون یه علامتی داریم به اسم بی که اگه من روی این بی کلیک بکنم فونت من ضخامتش افزایش پیدا میکنه و کلید میانبرش هم کلید کنترل بی هست. برای پیدا کردن کلیدهای میانبر کافیه که موس خودتون رو روی اون دکمه مورد نظر نگه دارید و به صورت اتوماتیک یک تول تیپی برای شما باز میشه و کلید میانبرش رو مینویسه. گزینه بعدی گزینه آی هست. گزینه آی به نام ایتالیک کردن یا کج کردن یک متن. کلید میانبرش هم آی هست و اگر من کلیک کنم متن منو کج میکنه. گزینه بعدی گزینه یو یا آندرلاین بهش میگن که بهش میگن زیر خط دار کردن یک متن که کلید میانبرش هم کنترل یو هست و اگر من به صورت پیش‌فرض روش کلیک کنم یک خط صاف ساده برای من میکشه. حالا من چطوری میتونم استایل این خط رو عوض کنم؟ کافی بیام این فلش مثلثی رو به پایین رو من بزنم باز بشه. از این قسمت میتونم خطهای مژدار یا خطچین ها رو انتخاب کنم و اگر بخوام به خط من یک رنگی بدم کافی از آندرلاین کالر استفاده کنم و رنگ خط خودم رو عوض کنم به این حالت. بعضی وقتا پیش میاد که نیاز داریم که روی یک کلمه ای ما یک خطی بکشیم. کافی بیام از گزینه استراکتوروت استفاده کنیم و اگر استراکتوروت رو بزنیم روی متن من یک خطی میکشه. گزینه دیگه ای که خیلی به کارتون میاد تغییر رنگی در واقع متنتون هست. اگر من یک قسمت از متن خودم رو انتخاب کنم و بیام روی گزینه A کلیک کنم رنگ پیش‌فرضی که روش هست برای من اعمال میشه و اگر رنگ مورد نظر رو بخوام عوض بکنم بازم از مثلث رو فلش رو به پایین استفاده میکنم و از این قسمت میتونم رنگ خودم رو تغییر بدم. و اما بخش آخر از گزینه فونت که خیلی مهم هست بخش هایلایت کردن. یک زمان شما یک جزوه‌ای رو دارید که میخواید به یک سری افراد بدید و داخل اون جزوه نیاز دارید که زیر یک سری از کلمات رو هایلایت کنید. به عنوان مثال من میخوام کلمه دلگرمی رو الان هایلایت کنم. کافی بیام از این قسمت کنار علامت فونت کالر استفاده کنم و رنگ مورد نظر هایلایت خودم رو انتخاب کنم و اون موقع کلمه مورد نظر من هایلایت میشه. بریم با هم دیگه بخش پاراگراف رو تست کنیم. بخش پاراگراف هم کنار بخش فونت قرار داره. من یک متن رو از قبل وارد نرم افزار ورد کردم به اسم فصل‌های سال که داخلش 4 تا پاراگراف گذاشتم. بریم ببینیم گزینه‌های بخش پاراگراف چه تأثیری روی این متن من میذاره. خب اولین کاری که باید انجام بدم اینه که بریم ببینیم چجوری میتونیم متن خودمون رو از چپ و راست و وسط تنظیم کنیم. من ابتدا روی پاراگراف اول کلیک میکنم، میام در بخش پاراگراف ها و گزینه آلاین لفت رو کلیک میکنم ببینیم چه تأثیری روی پاراگراف ما میذاره. اگر من آلاین لفت رو روش کلیک کنم در واقع پاراگراف اول من رو میبره به سمت چپ تنظیم میکنه و اگر وسط رو بزنم یعنی آلاین سنتر رو بزنم وسط تنظیم میکنه و اگر آلاین رایت رو بزنم به سمت راست تنظیمش میکنه.
من بیام این متن رو انتخاب کنم بهتون نشون بدم، میام مثلا این بخش رو هایلایت میکنم، اینجوری راحت‌تر دیده میشه. حالا من اگر این بخش رو کلیک بکنم روی پاراگراف، بیام آلاین لفت بزنم، از سمت چپ تنظیم شده، وسط رو بزنم از سمت وسط در من تنظیم میکنه، و اگر از سمت راست کلیک کنم به سمت راست تنظیمش میکنه. گزینه بعدی گزینه جاستیفای هست. در واقع چیکار میکنه؟ میاد نوشته های پاراگراف من رو به صورت تراز از سمت چپ و راست تنظیم میکنه و حالت کتابی ایجاد میکنه. حالا اگر دقت کرده باشید، من تو این پاراگراف تابستون خودم ببینید بازی‌های در این قسمت یک فاصله ایجاد شده نسبت به خط بعدیش. حالا من میام چیکار میکنم؟ این پاراگراف رو با یه 3 تا کلیک پشت هم انتخاب میکنم، میام گزینه جاستیفای رو میذارم و این متن من رو با توجه به نوشته من تنظیم میکنه از سمت چپ و راست. حالا من اگه کلید کنترل A رو که انتخاب کنم که تمام متن من انتخاب بشه، میام کافی بیام گزینه جاستیفای رو بزنم و تمام متن من رو از سمت چپ و راست تراز میکنه. گزینه های دیگر هم بستگی به خودتون داره، میتونید انتخاب کنید تا نحوه نمایش و تنظیم کردنش رو ببینید. جاستیفای لو، مدیوم و های. مثلا جاستیفای لو رو بزنم به این حالت اتفاق میفته من، و اگه های رو بزنم کشیدگی متن ها رو بیشتر میکنه و تعداد خطوط من بیشتر میشه. این هم انتخابی، بستگی داره به اینکه شما چه نوع متنی و چه نوع نوشته رو بخواید برای خودتون و چه ترازی رو بخواید برای خودتون انتخاب کنید. گزینه بعدی که خیلی برای ما در بخش پاراگراف مهمه، لاین اسپیسینگ یا فاصله خطوط هست. من یک کلید کنترل آ رو میزنم تا تمام متن من انتخاب بشه. میام از بخش پاراگراف بخش لاین اسپیسینگ رو باز میکنم. در این قسمت ما میتونیم عدد مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم تا فاصله بین خطوط ما تغییر کنه. ایجاد تورفتگی متن در بخش پاراگراف ها. چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ من یک پاراگرافی رو داخل نرم افزار ورد خودم انتخاب میکنم، میام از بخش پاراگراف از این گزینه که اسمش هست دیکرس ایندنت و یک گزینه دیگه داریم به اسم اینکرس ایندنت برای تورفتگی استفاده میکنم. اگر من گزینه اینکرس ایندنت رو کلیک کنم، یک تورفتگی در پاراگراف من برای من ایجاد میکنه، و اگر بخوام این بخش رو برگردونم کافی بیام گزینه دیکرس ایندنت رو کلیک کنم. گزینه شیدینگ در بخش پاراگراف ها. ببینید من یک بخشی از پاراگراف رو انتخاب میکنم به واسطه دابل کلیک. اینا رو من تکرار میکنم چون برای اینکه ملکه ذهنتون بشه و اینکه دفعه بعد خواستید یک پاراگراف رو انتخاب کنید به صورت دستی این کار رو انجام ندید. من یه 3 تا دابل کلیک میکنم که بتونم پاراگراف خودم رو انتخاب کنم. میام در بخش پاراگراف گزینه شیدینگ یا همون سطل رنگ خودم رو انتخاب میکنم و یک رنگی رو داخلش قرار میدم. اینطوری ما میتونیم کل پشت زمینه بخش پاراگراف خودمون رو رنگ کنیم. حالا یکی سوال میپرسی که خب این بخش رو ما داخل هایلایت هم داشتیم، چه فرقی با هایلایت داره؟ ببینید بخش من این متن پاراگراف خودم رو انتخاب کنم و بیام داخل هایلایت به این حالت، ببینید تا خود متن برای من انتخاب میکنه و کل پشت زمینه اون پاراگراف برای من رنگ نمیشه. حالا یه تفاوتی هم بخوایم بین این دو تا با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینید من الان پاراگراف تابستون رو انتخاب میکنم، میام فاصله خطوطش رو افزایش میدم، ببینید فقط میاد خود متن رو در واقع هایلایت کرده. و اگر برای همین فصل بهار من هر چقدر این فاصله متنش رو زیاد کنم، کل پشت زمینه پاراگراف من رو در واقع رنگ کرده. بس این تفاوتی هستش که با هایلایت وجود داره. ایجاد لیست در نرم افزار ورد. من یک متن رو از قبل وارد نرم افزار ورد کردم و این متن رو اینجا نوشتم سبز، آبی، قرمز، صورتی زرد و مشکی. من اینو میخوام تبدیل به یک لیست کنم. حالا میتونم کنارش یه عدد بذارم یا یک حرف یا حالا یه سمبل یا یه نشانه‌ای که میخوام قرار بدم. من میام حالا کافیه بیام این متن خودم رو انتخاب کنم، بیام در بخش پاراگراف ها قسمت بولت رو انتخاب کنم و هر شکلی رو که دوست دارم از لایبرری این بخش انتخاب کنم. من الان اینجا یه دایره توپر میذارم. حالا ممکن سوال براتون پیش بیاد چجوری میتونیم شکلی که داخل لیست ما نیست رو انتخاب کنیم. برای این کار کافیه که ما باز همون متن خودمون رو انتخاب کنیم، بیام قسمت بولت رو بزنیم و از این قسمت دیفاین نیو بالت رو انتخاب کنیم. یک پنجره برای من باز میشه. از این قسمت سیمبل ما میتونیم کلیک کنیم، حالا شکل‌های مختلف مثلا مثل حالا قلب رو انتخاب کنیم، حالا مربع انتخاب کنیم، حالا هر شکلی رو که میخوایم با توجه به شکل‌هایی که داخل خود نرم افزار ورد هست میتونیم اینجا انتخاب کنیم و از اون نماد برای ما استفاده میکنه. گزینه بعدی که در کنار بخش بالت قرار گرفته، شما میتونید از اعداد به جای
نماد در واقع استفاده کنیم. ببینید من الان هر شماره گذاری که بخوام انجام بدم رو از این طریق میتونم برای خودم انجام بدم. به این حالت لیست من به صورت اعداد میشه. پس کاربردش هم به این شکله. ایجاد بوردر برای متن ها یا پاراگراف ها. چجوری میتونیم دور یک متن خودمون یا پاراگراف خودمون یک بوردر رسم کنیم؟ ببینید من پاراگراف اول رو انتخاب میکنم، میام از قسمت پاراگراف و این قسمتی که بهتون نشون میدم به اسم بوردر. شما اینجا میتونید بوردرهای مختلفی رو برای متن خودتون در نظر بگیریم. به عنوان مثال باتون بوردر یک خطی رو به سمت پایین میذاره، خط به سمت بالا، چپ، راست. نو بوردر هیچ بوردری رو در واقع ایجاد نمیکنه، در واقع برای پاک کردن استفاده میشه. آل بوردر رو اگه من بزنم این بوردر رو دور متن من انتخاب میکنه. حالا اگر من بخوام مثلا یک بخشی رو از این متن خودم رو انتخاب بکنم و بیام داخل بوردر و بوردر رو بزنم، فقط همون قسمت از متنی که من در واقع انتخاب کردم رو دورش بوردر و یا خط میکشه. پس این یک روشیه برای اینی که شما بتونید دور متن خودتون یک در واقع باکس یا همون بوردری رو قرار بدید. برای حذف کردن این بخش ها هم دوباره میتونید همون پاراگرافتون رو انتخاب کنید، بیاید تو بخش همین بوردر و گزینه نو بوردر رو بزنید تا بوردرتون حذف بشه. آموزش من به پایان رسید. برای اینکه آموزش‌های بعدی رو ببینید کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو فشار بدید. تا قسمت بعد، خداحافظ.